به سلام علیکم، خوش اومدین به این ویدیو جدید. رادیکس پلیر هستم. امروز اومدیم که با هم اکانت‌های شما رو بررسی کنیم، ببینیم چقدر اکانت‌های خفنی دارید و با هم نمره دیدیم و با هم ببینیم که چقدر اکانت‌های ناب و خفنی دارید که واقعا اکانت‌های خیلی خوبی داشتید. حتما لایک و ساب یادتون نره. اینستا و تلگرام هم حتما ساب کنید که حمایت کنید از ما و اکانت‌های بیشتر بهتون کمک کنیم. آخر ویدیو هم که اکانت جدید خودم رو بهتون نشون میدم. اولین اکانت ادمینمونه، اکانت اول و ببین چه اکانتی داره. اکانت معمولی ادمینمون بیل داره، مسی داره، بازو داره، بازوی پلی استیشن 2 اینا و ژابی من اینا رو همیشه قاطی میکنم. صلاح و بازیکن خوبی داره. بریم اگه نکته‌هاشو بگیم، اون البیشو باید یه دیفنسیو فولبک یا اتک فولبک بذاره به خواسته خودش. ترکیب تقریبا خوب چیده. من به این اکانت نمره 6 میدم. به این اکانت نمره 6 میدم. اینم از اکانت دوم، اکانت محمد 7 که مربیش کاپلوه، دروازه‌بان عالی، فنداکش واقعا خیلی خوبه، خودم دارم تو اکانتم. دفاعش خوب چیده. زانتی فقط البیشو باز هم گفتم اشتباه چیده، البته خواسته خودشه دیگه، شاید هد بازی میکنه برای همون. و خط هافبکش هم که دو تا دی ام اف و یه دونه سی ام اف و عجیب سیلینزا رو ایمش هم فکر کنم کریتیو یا هول پلیر. رونالدو و فورلان هم سوزش عالی. بیرون هم بازیکن خوبی داره، کارتای عالی رو داره. استرنج 81 و من به این اکانت از لحاظ چینش و اوورال و خوب بودنش من به این اکانت نمره 7.5 رو بهش میدم. اکانت آقای ارفان، این هم از یک اکانت دیگه و این ادوین وندرسار. کسایی که ویدیو با محمد رو نگاه کردن اینجا میاد میدونن که این وندرسار چیکار کرد که من بدبخت شدم، ولی خب خوشبختانه بردم اون بازی و واقعا بهترین دروازه‌بان تا بازی بدون شک. ولی خب بریم ادامه ویدیو. اون دفاع تاتنهام اسمش یادم رفت، حالا مهم نیست. فندایک و اینا دفاعش خوبن. اشرف حکیمی و زانتی و خط هافبکشون واقعا خط دفاع رو درست چیده و عالی چیده. فقط اینیستا رو فکر کنم جاشو بد گذاشته که واقعا خوبه و اون بازیکن لهستان فکر کنم کجاست، ولش کن به درد نمیخوره. حالا خب بیلتساش واقعا نابه، اونو باید بذاره LMF و RMFش بازیکن دیگه بذاره و بازیکن سوئیس که هستش بذارش اینیستا رو هافبک وسط بذاره. من به این ترکیب نمره 6.5 میدم چون چینشش و بازیکناش خوب بودن. بریم سراغ اکانت بعدی، اکانت شماره 4، اکانت محمد. چه اکانتی اینجا داریم، اکانت ناب با استرنج 31.91. البته همه بازیکن‌ها دستی هن، یعنی راحت این کنم 32 و 42 اینا شاید بشه. بیرون زلاتان داره، زلاتان 110 روش مکس دست زده. واقعا اکانتش هم از لحاظ چینشی عالی درست کرده این اکانت رو و بازیکن همشون توی پستشن و نیمار رو واقعا بازیکن خوبی داره. به این اکانت واقعا میتونیم نمره 10 بدیم. واقعا اکانت هم چینشی و هم اوورال خوبی عالیه. این اکانت نمره 10 بهش میدیم. بریم برای سراغ اکانت بعدی، اکانت ارشیا. چقدر اکانت نابه، هر چه اکانت نابه اومده اینجا. بازیکنش
رایگان باگی به نظرم از اون که شنیدم باگ این دروازه‌بان. آنتی و ویرا و بازیکن‌های چند تا بازیکن دیگه، پله، مسی، بیل، گریزمان و رافینیا و بازیکن آسی میلان بیرون LMF نمیدونم کیه و واقعا اکانت ناب و خفنی. البته خیلی هم گفت که این استرنزه 3232 ولی خب واقعا تکمیل اکانت و گیم پلیش هم من دیدم ولی خب ترجیحاً فولوبرا رو برداشتم و واقعا هم ترکیب خوبی. همینطوری هم به این اکانت هم ما میتونیم چون دفاع نداره نمره 9 رو بهش بدیم. بعد 8.5 هم میتونیم بدیم ولی خب نمره 9 خیلی خوبه. بریم برای اکانت بعدی، اکانت یاسین. اکانت یاسین عالی چیده فکر کنم. بذارید یه نگاه کنیم با هم. امباپه، اتو، رونالدینیو، سون شاید بگین وینگر ولی خب خودم هم داشتمش اینجا بازی می‌کردم عالی عمل میکنه ولی خب پاسش خیلی پایینه. واقعا پاساش بده ولی خب 1 و 2 اینا راحت میتونه انجام بده و سرعت خوبی هم داره. بلیتر اکثرا گله. دیونگ باگ هم بیرون داره. کومن اون بازیکن ژاپنی هم بیرون داره. واقعا اکانتشو خوب جمع کرده. دفاعی دروازه‌بانی دفاعش ولی خب وقتی یک شخصی مثلا یکی بیاد دیانکوله بزنه یا حتی دروگبا بزنه همون رایگان دیلی گیم ساند کنه زده گل، یعنی بکام با دروگبا ساند کنه گله برای این بازیکن. برای همین سرعتیه مثلا اتو رو رومی داشته باشه شاید مثلا بمونه ولی خب کاستا کورتا اکثر کارتاش باگی یعنی بهترین کارتا رو داره کاستا کورتا. این هم از اکانتش بود. بریم سراغ اکانت بعدی، اکانت خودم و رونمایی ندیم برش بریم و سراغ این اکانت جدید من اینه. درست خیلی گوی نیست ولی خب ببینید 1 2 3 4 5 6 تا بازیکن رایگان داره که 5 تاش 2 اسکیله هستن، یعنی مالدینی 2 اسکیله است، مسی 2 اسکیله است، اتو 2 اسکیله است، پله 2 اسکیله است و کرایف هم 2 اسکیل داره. من اکانت رو دارم و لوکاس واسکز هم دیروز 100 تا زدم و هایلایت شد از باکس اوون ولی خب راضی هم. الان یه سوال میخوام که از شما بدین نظر بدین. این اکانت نمره نداره، خودتون باید نمرهشو بدین. و یه سوال بگم که نونو مندز و البی بذارم و کانوارو رو بیارم این ور دفاع وسط یا واسکز به هم اینجا بمونه که همین ترکیب اینجوری بمونه؟ اینو بهم حتما بگید، خیلی مهمه. و اینم از اکانتا بود. اکانتمون تموم شد و ممنون تا آخر ویدیو با من بودین. اینم از اکانتمون بود. نظراتتون حتما بهم بگید. لایک و ساب اصلا یادتون نره که حمایت خیلی زیادی از من میشه. حتما لایک و ساب کنید. تا ویدیو بعد خداحافظ.